هزاره سوم پیش از میلاد کاسی‌ها طوایف باستانی کوهنشینی بودند که در زمین‌های جنوب غربی دریای کاسپین یا همون خزر و بعدها در دامنه‌های کوههای زاگرس نشیمن داشتند. از این قبایل که به زبان اکدی کاشی خونده می شدند تا هزاره دوم پیش از میلاد آگاهی درستی در دست نیست. استرابون قلمرو حکومتی کاسی ها رو از حدود همدان تا دربندهای خزر در شمال تهران می نویسه. گستره حضور کاسی ها چنان که از نوشته های آشوری برمیاد از سمت غرب تا همدان ادامه داشته. اونها در سرزمین هایی زندگی کردند که در دوره های بعد تاریخ ایران مهد تمدن ماد بوده. در نوشته های آشوری از اونها با نام کاسی یاد شده. نام حکمتانه یا همدان رو آشوری ها پیش از دوران مادها کار یا مساوی کاسی به معنای شهر کاسیان به اونها دادند و همچنین یونانی ها به اونها آکسیا می گفتند. لئونارد ویلیام کینگ در تاریخ بابل اونها رو از نژاد آریایی و از خویشاوندان فرمان روایان میتانی میدونه. همچنین نام خدایان کاسی نشان دهنده پیوند میان اینان و مردمان آریایی است. مردم ناحیه لرستان کنونی رو بازماندگان کاسی ها میدونن. آنچنان که از روی ظاهر واژه ها برمی آید نام شهرهای قزوین و کاشان و همچنین نام دریای کاسپین از نام این قوم باستانی گرفته شده. آثار کاسی ها در نواحی دوردست ماد نیز تا هزاره نخست پیش از میلاد به یادگار مونده و عنصر کاسی در جنوب غرب ماد به طرز آشکاری میشه مشاهده کرد. ایشان در دامنه های زاگرس با اقوامی چون گوتی ها، لولوبی ها در هزاره سوم پیش از میلاد همسایه بودند. درباره زبان کاسی ها میشه گفت که به زبان ایدامی ها نزدیک بوده. از این زبان تنها چند واژه و عبارت در متون اکدی به دست اومده. برای نمونه نام چند خدا. از کاسی ها حدود 200 کتیبه سلطنتی کوتاه باقی مونده که با توجه به مدت زمان فرمان روایی اونها در بابل کوتاه به نظر میرسه. کاسی ها در هزاره دوم پیش از میلاد به بابل حمله کردند. این مردم با سپاه آراسته و اسلحه های تازه که تا اون زمان سابقه نداشت از ایران به بابل اومدند و سومین سلسله بابلی رو تشکیل دادند. دوره طولانی فرمان روایی کاسی ها بر بابل نشان از توانایی بالای اونها در اداره کشور داره و شایستگی فرمان روایان کاسی ها آشکار میشه. پایتخت اونها دورکوری گالزو بود. پس از حمله کاسی ها به سرزمین بابل در زمان سامسوالنیا حملات مشابه دیگری هم صورت گرفت، اما در زمان شاهان پسین بود که کاسی ها جای پای ثابتی در شمال بابل به دست آوردند. مؤسس سلسله کاسی ها در بابل گادش نام داشت که صورت فشرده ای از نام گانداشه. اون در متن خودش رو افسون بر شاه بابل با لقب‌هایی چون پادشاه 4 گوشه جهان و شاه سومر و اکد
مینامه. پس از او پسرش آگیوم بر تخت سلطنت نشست که پس از 22 سال فرمان روایی کشتلیاش که هماورد کاسی اون به شمار می آمد تاج و تخت رو به دست آورد. در کاوش‌های باستان شناسی که در 1969 میلادی صورت گرفت، یادگاری به صورت قبه از اون به دست اومد که در اون خودش رو پادشاه سرزمین دریا خونده. پادشاهان بعدی بابل از خانواده کشتلیاش بودند. بخش مهمی از آگاهی ما از دوره فرمان روایی کاسی ها در بابل از منابع بابلی نبوده، بلکه از بنمایه های مصری به دست آمده. از این اسناد میتوان به روایت های مصر با دولت های بزرگ آسیا از جمله پیوند زناشویی میان شاهان بابل و مصر و روابط ناشی از آن پی برد. چیرگی کاسیان بر بابلیان و فرمان روایی طولانی آنها بر آن سرزمین به داد و ستدهای فرهنگی منجر شد. این تعاملات فرهنگی را به 4 دسته نگارگری خودرو که سنگ‌های تعیین مرز بود، اسب و معماری بخش بندی کردند. یکی از اثرهای کاسی بر بابل اصلاح محاسبه تقویم بابلی بود که بر اساس آن هر سال بر پایه نامی از یک رویداد بزرگ یا سال شمار پادشاه وقت یا سنت دینی گذارده میشد. کاسی ها این سامانه گاهنگاری را که امکان بیشتری برای خطا داشت با یک سامانه جدیدتر جایگزین کردند که بر پایه فرمان روایی پادشاهان بود. آکودرو یا کدرو به زبان اکدی به معنای حد و مرز است. این واژه به مفهوم این بود که با استفاده از نصب نشانه های سنگی زمین ها مرزبندی بشن. این اصطلاح برای نخستین بار در دوره کاسی ها در بابل استفاده شد که عبارت از سنگ های بیضی شکل یا ستون مانندی بود که به عنوان سند مالکیت استفاده می شد. اسب را کاسی ها به میان رودان آوردند، چرا که با آمدن کاسی هاست که اسب ناگهان در سراسر آسیای غربی بهترین حیوان بارکش به شمار می آید. پیش از این اسب در بابل به نام خر کوهستان یا الاغ کوهی یاد می شد که کهن‌ترین اشاره به آن در دوران حمورابی است. پیدا شدن عرابه های تندرو که به وسیله اسب در دشت های خاورمیانه در جنگ ها به کار می رفت، دگرگونی بزرگی در شیوه جنگیدن ایجاد کرد. این عرابه ها که به جای الاغ با اسب کشیده می شد، ترابری را هم آسانتر و سریعتر کرد. اصطلاح مربوط به پرورش اسبان گردون توسط فردی از میتانی به نام کیکولی نوشته شده. معماری را هم پادشاهان کاسی در قلمرو خود به بازسازی و آراستن پرستشگاه‌ها در نیپور و همچنین یکی از آنان به نام کارا اینداش در اروج پرستشگاهی که نمای آن از آجر ساخته شده به جای گذارد که آجرهای به کار رفته در آن صورتهای موجودات آسمانی را با برجستگی اندکی نشان می‌داد. این بنا یک بنای کاملا کاسی است و مانند آن در هیچ جای میان رودان پیدا نشده. این فن
هنرمندانه در میان رودان آن روزگار شناخته شده بود و بعدها توسط کلدانیان در بابل و توسط هخامنشیان در شوش و تخت جمشید به کار رفت. انجام دولت آشور در اوایل سده 13 پیش از میلاد توانست بابل را بگشاید و به غارتگری بپردازد. توانست 17 سال بر آن حکومت کند، ولی ضربه نهایی را به کاسی‌ها ایلامی‌ها وارد کرد. در هزاره نخست پیش از میلاد کاسی‌ها به کوههای زاگرس عقب نشینی کردند. کاسی‌ها 100 سال بر حکومت کرده بودند.